تاریخچه مبل افشار به سال 1960 برمیگردد که توسط جلال افشار با علاقه بنیانگذاری شد. امروز مبل افشار شرکت طراحی داخلی بین‌المللی واقع در قلب استانبول است که تولید کننده طراحی‌های نفیس و مجلل است که بیانگر سلیقه هر یک از مشتریان است. مبل افشار در طراحی داخلی خانه‌های مجلل، ویلاها و هتل‌ها و خانه‌های مسکونی کلاسیک متخصص است. مبل افشار پهلو به پهلوی جدیدترین ایده و نظرات طراحی داخلی پیش می رود و کارهای خلاق و زیبا ارائه می دهد. ما به مشتریانمان در زمینه تمامی مراحل داخلی کمک می کنیم. در انتخاب و خریداری پارچه، تغییر دادن و از نوسازی ایده اولیه تا مدیریت پروژه و تکمیل و نصب پایانی. ما سابقه وسیع در زمینه انجام پروژه ها چه در داخل ترکیه و چه در سطح بین الملل را داریم. شرکت ما طراحی خانه ها و هتل ها را در سراسر اروپا، آسیا، روسیه و کشورهای مشترک المنافع انجام داده است. شرکت افشار معتقد به رضایت کامل مشتری است. تمامی محصولات ما دارای ضمانت می باشد. برند افشار بازتاب آخرین مد در طراحی داخلی و مبل و صندلی است، به همراه مجموعی کلاسیک و پیشرو مبل و صندلی. طراحی داخلی کلاسیک و پیشرو پیشترین خواهان را در سطح جهان دارد. طراحی کلاسیک شده از دکور و مبل و صندلی کلاسیک است که از رنگ‌های طبیعی و مواد نفیس و طرح همیشه ماندگار درست شده است. شرکت افشار متخصص تغییر طراحی داخلی خانه‌های مسکونی به خانه‌های مجلل برای مشتریان خصوصی است و درک اهمیت انحصاری برند برای محیط‌های تجاری را دارد.